در آغاز باز یک هفته نو به شما بینندگان عزیز از استودیوی مرکزی رادیو آزادی درود میفرستم. امروز 29 اپریل است و شما در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. نخست را میبینیم که کدام موضوعها در مد نظر است. نوت اعتراضی وزارت کار خارجه تاجیکستان سفیر روسیه در دوشنبه را فراخوانده از پایمال شدن حقوق و آزادی های تاجیکان در روسیه نگرانی جدی کرد. رشوه‌ستانی است و یا خیانت به وطن، تفصیلات حبس معاون وزیر مدافع روسیه تیمور ایوانوف. و با کمک مالی ایالات متحده آمریکا ترمیم و بازسازی شهر قدیمی پنجاکند به انجام رسید. هیچ گنجی نیست از فرهنگ بیخ تو توانی رو بر این گنج نیخ. امروز وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به سیمیون گریگوریف سفیر روسیه در این کشور نوت اعتراضی سپرد. در این یادداشت مقامات تاجیک وابسته به مناسبت دغلانه نسبت به شهروندان تاجیکستان اینچنین نقض حقوق و آزادی های آنها که به طور عمومی در روسیه صورت میگیرد اظهار نگرانی شده است. در نوت اعتراضی از جمله آمده است که این گونه عملها تنها نسبت به شهروندان تاجیکستان عملی شده بر روحیه و عنعنه‌های مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه کاملا موافق نیست. این در حالی است که روز 26 اپریل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سفیر روسیه را به صحبت دعوت کرده نگرانی جانب تاجیکستان را در مورد حالتهای بی اساسی منع ورود به قلمرو روسیه رسانیده بود. با این وجود وضع بهبود نیافت. در حال حاضر از ساکنان تاجیکستان خواسته شده است که به ضرورت به روسیه نروند. ماموران پلیس روسیه آخر هفته گذشته در گوشه‌های مختلف مسکو و از جمله فرودگاه شیرمیتیو تفتیش گسترده کارگران خارجی را برگزار کردند. با گزارش بعضی از رسانه‌های روسی در جریان رید حجت بیش از 350 راننده تاکسی و تقریباً 230 فروش و آشپز و کارمند تکنیکی فرودگاه شیرمیتیو را سنجیدند. گفته می شود دست کم 7 راننده تاکسی با اتهام حضور غیرقانونی در روسیه دستگیر شده به زودی از قلمرو این کشور رانده خواهند شد. در یک نوار دیگر که بر رادیو آزادی از شهر کراسنویارسک فرستاده شد، مؤلف میگوید پلیس مهاجران تاجیکی را که شناسنامه روسی داشتند با خود بردند. در عین زمان وضعیت در فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی روسیه برای عبور شهروندان تاجیکستان همانا مشکل باقی میماند. همکارم زرانگیز نوروشاه موضوع را ادامه می‌دهد. ما در گرانیسه قزاقستان و روسیه نیترال زون را قرار داریم. آشنان برای مهاجران درمانده تاجیک در گذرگاه مشتکاوا و اورال. گروه از تاجیکان قزاقستان با شنیدن خبری در مرز بند ماندن صدها نفر به کمک آنها شتافتند. همدیگه رو هم خیر خواب با بسیار باشه. الله اکبر در مسافر دست همدیگه بگیریم. بیش از 300 نفر که با ماشین و اتوبوس از تاجیکستان به اینجا آمدند، برخی یک و گروه دیگر بیش از 2 روز باز نمیتوانند وارد روسیه شوند. طرف روسیه ای طرف قزاقستان ای قزاقستان روسیه اینا بیچاره مسافر هم همینجا خیلی آدم جمع شده این اتوبوس 2 روز باز جای خواب و زندگی بیش از 40 نفر است. در اطراف آن به گفته مسافران حدود 60 ماشین دیگر با مسافران تاجیک جمع آمده است. مرزبانان روس در یک روز تنها به 5 یا 6 ماشین اجازه عبور میدادند. این مهاجران در انتظار دریافت اجازه ورود به روسیه شب را در فرش فرودگاه روز کردند. مؤلف نوار میگوید تمام شناسنامه‌های شهروندان تاجیکستان را جمع کرده با نوبت هر یک نفر را برای تفتیش و پرسش میبرند. مخصوصا تلفن‌ها را به قبل تگ و رو کرده شبکه‌های اجتماعی، مسنجر و مکاتبه‌های مسافران را موشکافانه دیده و میسنجیدند. کاربران با ارسال عکسون نوار میگویند وضع در فرودگاه‌های دیگری روسیه هم چنین است. مقامات تاجیکستان در بیانیه روز 28 اپریل از بند ماندن بیش از 950 شهروند تاجیکستان در فرودگاه ونوکوی مسکو خبر داده از وضع دشواری آنها نگرانی کردند. از ساکنان کشور خواستند یک مدت به ضرورت به روسیه نروند.
مقامات روسیه سبب سنجش‌های موشکافانه مهاجران را نوابسته به ملتشان پیشگیری از تروریسم گفتند. در شرایط بد و ساعت و روزها انتظار ماندن مهاجران تاجیک برای ورود به خاک روسیه در حالی است که پارلمان این کشور حالا قانونی را بررسی دارد که بر اساس آن به مسئولین گمرک و پلیس روس هم اجازه داده می شود مهاجران را خارج کنند. تا امروز شهروندان خارجی تنها با قرار دادگاه از این کشور رانده می شدند. مهاجران بندمانده تاجیک از موردهای زیادی اخراج در فرودگاه هم خبر می دهند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هم در بیانیه اخیر خود از رانده شدن 27 شهروند کشور و احتمال اخراج 306 کسی دیگر در فرودگاه ونوکووا اطلاع داده است. برنامه ادامه میدیم. آخر هفته گذشته معاون وزیر مدافع روسیه تیمور ایوانوف با اتهام رشوه‌ستانی به حبس گرفته شد. رسانه‌های دولتی روسیه اطلاع می‌دهند که ایوانوف و چند تن از همراهانش با گرفتن پول متهم می‌شوند، ولی خبرگزاری‌های مستقل اصرار می‌ورزند که تگ کاسه نیم کاسه است و اصلاً معاون وزیر مدافع با خیانت به وطن گمانبر شده است. در این باره تحقیقات تلویزیونی نسته شیوری را پیشنهاد شما می‌کنیم که با استفاده از اسناد و مطالب بنیاد مبارزه با فساد الکسی ناوالنی تهیه گردیده است. تیمور ایوانوف با فرم گنرالی وارد تالار دادگاه شد. او صبح 23 اپریل در مجلس وزیر مدافع سرگئی شویگو شرکت داشت، ولی شام همان روز افسران FSB خدمات فدرالی امنیت معاون وزیر مدافع روسیه را در جای کارش بازداشت نمودند. ایوانوف شب را در بازداشتگاه موقت پشتی سر کرد. مفتشان بر این نظرند که او برای دریافت رشوه بزرگ با جانب سیوم موافقت کرده است. مبلغی پاره آشکار نمی شود. کشتی ها، چرخبال ها، آسایشگاه سنترپه، رولز رایس ها، جواهرات، محفل های 10 میلیون روبلی. همراه با ایوانوف چند تن دیگر دستگیر شد. معاون وزیر مدافع روسیه عیبنامه را قبول ندارد. نشریه وژنی استوری با تکیه به دو منبع اطلاع می‌دهد که سبب واقعی بازداشت ایوانوف اتهام خیانت به وطن است. با اتهام فسادکاری ایوانوف را کسی بازداشت نمی‌کرد. در این باره در کرمل همه از پیش آگاه بودند. پوتین به حبس او وقتی موافقت کرد که سخن از تحقیق خیانت به وطن رفت. خبرنگاران از سخنگوی کرمل دمیتری پیسکوف پرسیدند که آیا واقعاً حبس ایوانوف به خیانت به وطن ربط دارد؟ بنیاد مبارزه با فساد الکسی ناوالنی بر این نظر است که دمیتری پیسکوف از دوستان جانی تیمور ایوانوف می باشد. باید به معلومات رسمی تکیه کرد. تفتیش حادثه ادامه دارد. هر گونه تخمین و حدس درست نیست. در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های مشترک پیسکوف و ایوانوف نشر شده‌اند. ماه دکبر سال 2022 بنیاد مبارزه با فساد الکسی ناوالنی گزارش خاصی را به زندگی فریبای معاون سرگئی شویگو اختصاص داده بود که در آن دوستی دمیتری پیسکوف و تیمور ایوانوف انعکاس یافته است. ببینید از طرف چپ شخص پیدا می شود. این معاون وزیر مدافع تیمور ایوانوف است که با حرکت ناعیان ساعت گرانبهای پیسکوف را از دوربین ها پنهان می کند. همه می خندند. می فهمید این برای آنها خنده آور است. تیمور ایوانوف در سال 2016 معاون وزیر مدافع روسیه تعیین شده از متفقان وزیر شویگو به شمار می رود. او مسئول ساختمان، تعمیر کل و بازسازی بناهای وزارت مدافع می باشد. عبادتگاه بزرگ وزارت مدافع، پارک پاتریوت، پایگاه کیهانی یا خود کسمودروم شرقی و ساختمان در مناطق از طرف روسیه اشغال شده اوکراین زیر نظر ایوانوف بوده است. مثال روشن آن ساختمان بناها در شهر اشغال شده ماریوپول است. تیمور ایوانوف معاون سرگئی شویگو، ساختمانچی اساسی ارتش. او در همان ماریوپول که تخریب کرده بودند مسئول ساختمان بوده از حساب پوره اجرا کنندگان فرمایش‌های وزارت حیاتی پرعیش و عشرت دارد. برای خود کوشک و قصر می‌سازد. شما یکی از بهترین ها هستید. ما با شما افتخار می‌کنیم. قصه زندگی پردبدبه تیمور ایوانوف با همسر اکنون سابقش سویتلانا منیوویچ را که بنیاد ناوالنی در یوتیوب جای داده است تقریباً 7 میلیون نفر تماشا کردند. در ماه فوریه سال 2022 زمانی که روسیه به خاک اوکراین تجاوز کرد منیوویچ به فرانسه هجرت نمود.
در میانه‌های سال 2023 بنیاد مبارزه با فساد الکسی ناوالنی گزارش نو درباره عشق‌ورزی‌های گنرال‌های بلندپایه وزارت مدافع روسیه نشر کرد. معلوم شد که معاون وزیر ایوانوف همسری نو دارد. مؤلفان گزارش میگویند همسر ایوانوف عوض شد ولی حیات سرخراجات فریبا و پردبدبه او تغییر نیافته است. رسانه‌های دولتی روسیه الکی درباره کافتوکاو در مجتمع عصر 19 در مرکز مسکو که مکان زیست ایوانوف میباشد گزارش دادند. گفته می شود که تا انجام تفتیش ایوانوف در بازداشتگاه موقت لفورتوی مسکو نگهداری خواهد شد. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. قصه مصری درباره حسن صباح و پیروان او که بار اول در ماه رمضان با نام حشاشیان نشر شده بود به مقامات ایران پسند نآمد و هفته گذشته نمایش آن در فضای مجازی جمهوری اسلامی منع شد. در این باره همکارمان میرزا نبی خالقزاد تفصیلات دارد. مقامات ایران نمایش سریال مصری حشاشیان را که به حیات حسن صباح سرلشکر علمود بخشیده شده است منع کردند. مهدی سیفی مدیر کل نظارت سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های ثبت و تصویر فراگیر در فضای مجازی روز 28 اپریل به خبرگزاری ایرنا ابراز داشت که روایت این سریال از تاریخ اسلام به تحریف فراوان راه داده است که به نظر می‌رسد هدف‌های سیاسی دارد. سریال حشاشیان که از 30 قسمت عبارت است درباره حسن صباح و گروه او در عصر 5 هجری قمری در کوهستان شمال و غرب ایران فعال بوده مسئولیت چندین سوءقصد سیاسی را بر دوش داشتند قصه می‌کنند. درباره حسن صباح که از ترغیبگران بزرگ مذهب اسماعیلی نظار مسلمانان شیعه مذهب است از اسرای میانه نقل‌های زیاد عاید کشتارهای سیاسی نشر شده است. باقی‌مانده‌های قلعه مفت یا خود علمود که قرارگاه اصلی حسن صباح بوده است فعلا یکی از مکان‌های سیاحی شمال ایران است. برمیگردیم به تاجیکستان و میرویم به شمال این کشور. در شهر پنجکنت یک موضع تاریخی را که رو به خرابشوی آورده بود با کمک سفارت آمریکا در تاجیکستان بازسازی کردند. اطراف این یادگاری که تاریخ قریب 2000 ساله دارد پنجره بندی شد و چندین موضع‌هایش در شکل قدیمه برقرار گردید. فرزان محمدی در این باره گزارش می‌دهد. ترمیم و بازسازی یادگاری تاریخی شهر پنجکنت قدیم بعد تقریباً 3 سال انجام یافت. این یادگاری مشهوری باستانی حدود 20 هکتار مساحت دارد و طرح احیا و حفظ آن در آزمون نگهداری یادگاری‌های باستانی آسیای مرکزی از سوی سفارت آمریکا در تاجیکستان پیروز شده بود. برای حفظ و برقرارسازیش نزدیک به $200,000 جدا گردیده و از سوی تشکیلات جمعیتی جوانان پیشصف عملی گردید. هیچ گنجی نیست از فرهنگ بیخ تو توانی رو بر این گنج نیخ. باستانشناسان میگویند که موضع قدیمه تاریخی بیش از 1,500 ساله دارد. درباره پنجکنت قدیمه بغیر از دیوارنگاره‌های مشهورش که اکنون در آثارخانه ارمیتاژ روسیه قرار دارند گفته میشد از کمترین شهرهای باستانی است که میشود در کوچه‌اش قدم زد. به علت به نگاه و بین ماندنش چندین منطقه آن به خرابزار تبدیل یافته است. باستانشناسان میگویند در پنجکنت قدیم که المنت و نشانه‌های شهری را پیدا کردند برای آموزش یک منبع تاریخی است و بنابراین توجه را به پنجکنت قدیم باید بیشتر کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر پنجکنت. بینندگان عزیز، گزارش مفصل از مراسم افتتاحی موضع تاریخی بازسازی شده که در پنجکنت شما حالا تماشا کردید در سامانه رادیو آزادی نشر شده است. همین گونه در آزادی ویدیو یوتیوب میتوانید تماشا کنید. من باشم برنامه امروزی اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر از یکایک شما که این 15 دقیقه ما را چون همیشه همراه بودید. خبرهای بیشتر را میتوانید در وبسایتمون azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام در خدمت شما عزیزان است و تا دیدار نوبتی خود را احتیاط کنید. وقت و نگهداری هر یک شما باشد.